سلام بچه، من حسن مالکی هستم. به یکی دیگر از ویدیو کانال من خوش آمدید. موضوع این ویدیو امروز من درباره 10 تا سریال برتر تاریخ است که میخوام براتون معرفی کنم. شماره 10، توین پیکس. داستان این سریال در شهر خیالی توین پیکس در ایالات واشنگتن آغاز می‌شود که با آمدن مامور FBI دیل کوپر برای بررسی قتل دختری به نام لورا پالمر که تازه در شهر اتفاق افتاده است پیگیری می‌کند. شماره 9، جوخه برادران. مینی سریال جوخه برادران در سال 2001 در 10 قسمت تولید شد و به ماجراهای گروهی از سربازان آمریکایی از روزی که دوره‌های آموزشی خود را آغاز می‌کنند تا روز پیروزی در جنگ می‌پردازد. امتیاز IMDb 9.4 است. شماره 8 این لیست سریال لاست یا گمشده است. سریال لاست یا گمشده درباره زندگی بازماندگان سقوط هواپیمایی را که از سیدنی به لس آنجلس می‌رفت به تصویر می‌کشد. آنها در جزیره مرموز و گرمسیری در اقیانوس آرام جنوبی گیر می‌افتند. امتیاز IMDb 8.5 است. شماره 7، مینی سریال چرنوبیل. مینی سریال چرنوبیل در ژانر درام تاریخی در سال 2019 به نمایش درآمد. این سریال بدون ترس از نمایش واقعیت‌های تلخ فاجعه هسته‌ای چرنوبیل که در آوریل 1986 در اتحاد جماهیر شوروی و تلاش‌های پاکسازی بی‌سابقه‌ای که به دنبال آن رخ داد را به تصویر می‌کشد. چرنوبیل تأثیر فروپاشی راکتور را بر مردم منطقه، نیروهای امدادی و کشمکش‌های سیاسی حول علتیابی این حادثه دردناک را به وضوح به نمایش می‌گذارد. امتیاز IMDb 9.3 هستش. سریال فرند یا دوستان. سریال فرند یا دوستان یکی از محبوبترین و ماندگارترین سریال‌های آمریکایی تاریخ تلویزیون است. این سریال در تاریخ 22 سپتامبر 1994 تا 6 می 2004 پخش شده است. این سریال درباره 6 دوست 20 تا 30 ساله است که در منهتن شهر نیویورک زندگی می‌کنند و بیشتر وقتشان را در یک کافه می‌گذرانند. امتیاز IMDb 8.9 هستش. شماره 5، سریال وراثت. سریال وراثت در ژانر کمدی سیاه ساخته شده است. داستان این سریال درباره خانواده‌ای از هم پاشیده روی است که مالک یک امپراتوری رسانه‌ای بوده و با توجه به وضعیت نامشخص سلامت پدر خانواده بر سر کنترل این شرکت در کشمکش قرار دارند. امتیاز IMDb این سریال 8.8 هستش. شماره 4، سریال گیم آف ترونز یا بازی تاج و تخت. سریال معروف بازی تاج و تخت در ژانر درام فانتزی در 17 آوریل 2011 از شبکه HBO در ایالات متحده به نمایش درآمد و در 19 می 2019 پس از 73 قسمت در 8 فصل به پایان رسید. داستان این سریال برگرفته از کتاب‌های جورج آر مارتین بوده. در قاره‌های تخیلی ویسروس و ایسوس در نزدیکی پایان یک تابستان 10 ساله اتفاق می‌افتد و چندین خط داستانی را دنبال می‌کند. بازی تاج و تخت با وجود چالش‌های فراوان و فاصله گرفتن تدریجی از کتاب‌ها توانست بخش عمده‌ای از ترکیب فانتزی و سیاست تاریخ قرون وسطی مارتین را حفظ کند. این سریال رکورددار شمار بیننده در شبکه HBO است. IMDb این سریال معروف 9.8 هستش. شماره 3، سوپرانوها. سوپرانو یا خانواده سوپرانو سریال در ژانر درام جنایی است که از سال 1999 تا 2007 از شبکه HBO در 6 فصل و 86 قسمت پخش شد. این سریال یکی از تاثیرگذارترین و تحسین شده ترین آثار تلویزیونی در طول تاریخ است که داستان آن حول محور زندگی تونی سوپرانو، یک گنگستر اهل نیوجرسی میچرخد. مردی که نه تنها به چالش‌های دنیای تبهکار دست پنجه در می‌کند بلکه درگیر مسائل خانوادگی، روانی و حتی وسوسه‌های خاص نسبت به اردک‌هایی است که به استخر خانه‌اش سر می‌زنند. امتیاز IMDb این سریال 9.2 هستش. شماره 2، سریال شنود یا وایر است. سریال وایر یا شنود یک درام جنایی آمریکایی است که در داخل و اطراف شهر بالتیمور در ایالات میریلند توسط نویسنده و خبرنگار سابق پلیس دیوید سایمون نوشته شده است. مجموعه‌ای که نمی‌توان هنگام انجام کارهای روزمره آن را تماشا کرد، زیرا روایتی کند اما عمیق دارد که کاملا بیننده را درگیر محکوم می‌کند. امتیاز IMDb این سریال 9.3 هستش. شماره 1، سریال بریکینگ بد. سریال مورد علاقه خودم. سریال بریکینگ بد در ژانر درام جنایی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین آثار تلویزیون قرن 21 است که در 5 فصل در سالهای 2008 تا 2013 از شبکه IMC در آمریکا و کانادا پخش شد. این سریال در فصل نخست خود سقوط تدریجی شخصیت اصلیش والتر وایت از یک معلم شیمی
خانواده دوست به یک جنایتکار بیرحم را پایریزی می‌کند. امتیاز IMDb این سریال معروف 9.5 هستش. ممنونم بچه‌ها که تا آخر ویدیو با من همراه بوده اید. لطفاً لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید و تا یک ویدیو دیگر شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.